ضرب‌المثل و مقال‌های ارمنی. با خلق باشی روزی سیاه هم عید است. مال و ثروت مثل معشوقه است که امروز هست فردا می تواند نباشد. با کمبغل بسیاری ها عقل یاد می دهند ولی کسی پول نمی دهد. بای خواست با کمبغل یاری دهد، اول خرش را پنهان کرد، سپس با او کمک کرد تا خرش را یابد. وقتی که بای به دوزخ رود همراه خود یخ می گیرد. عریان بودن به از گرسنه بودن. وقتی که نان قیمت است جان ارزان است. کسی که پول را می پرستد او نه ایمان دارد نه اعتقاد. کسی که عقل دارد پول ندارد، کسی که عقل ندارد پول دارد. کسی که پول دارد سخن اول از اوست. پول یافتن آسان، آن را نگاه داشتن دشوار. پولهای مفت به دست آمده را طوفان می برد. در بازار همراه مال ایمان را نیز می فروشند. قرض مثل اشتر بچه است، هر قدر نگاه داری کلان می شود. قرض باید با شرایط قرضگیر موافق باشد. درخت لب آب تیز کلان می شود اما زود پیر می شود. اسب آهنگر به نعل می گردد. دیوار راست نمی افتد. تا وقتی که چشمه ها نخشکند قدر آب را نمی دانی.